موزیکی که در این نچموت میبینی همین سویی که در کوزه دیده میشه. سالهای آخر شماره دانشجو دختران نقاش نسبت به دانشجو پسران زیاد گشته است. یک بار زیاد شدن و بیشتر میل پیدا نمودن دخترکان به این نمودی صنعت نقاشی آموزگاران را نیز به اندیشه آورده است. ما گفته میتوانیم که به چنین کسب بسیارتر در سالهای آخر دختران میلی داخل شدن دارند. بسیارتر در گروه هایی که حاضر ما کورس های یکم دوم قبول کردیم دختران زیادن. به کسب دوزندگی من در اینجا می آموزم رسم کشی، مصوری، کندکاری، کشیده دوزی، گل دوزی، نقاشی می آموزند. بسیارتر دختران جلب شدند. حفیظه جلیلова مدیر کافدره صنعت تصویری هنرهای خلقی فاکولته صنعت تصویری و تکنولوژی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی باجان غفورов میباشد. در فاکولته سال اول است که اختصاص نوی گشوده شده در آن 25 نفر دانشجویان قبول گشتند. سال 2019 و 2021 سال رشد سیاحی دهات و هنرهای مردمی اعلان شده است. با چنین اقدام در فاکولته صنعت تصویری و تکنولوژی یک اختصاص نو تأسیس یافت که این اختصاص با کسب هنرهای مردمی اختصاص کسب میگیرد. اختصاص چنین نام را دارد صنعت تصویری نقشه کشی هنرهای خلقی بدیعی می باشد که دانشجویان در این سال 2019 25 نفر تعداد رو تشکیل می دهند. مدیر کافدره صنعت تصویری هنرهای خلقی فاکولته صنعت تصویری و تکنولوژی بیان نمود که زمان درخواست و طلب جوان پسران به کافدره نام برده بیشتر بود. از آموختن صنعت نقاشی دور ماندن جوان پسران را آموزگار در آن می‌بیند که آفریدن نقش‌ونگار شیفتی خانه نسبت به چند سال پیشین از بین رفته، جای آن را آرایش اروپایی گرفته است. سالهای مثل آخر در ترقیات جهانی چنین هنرهای مردمی در یک وقتا سوس شد. گفته میتوانم که ما تاجیکانی ها میتونیم هنرهای مردمی خود را از نو برقرار نماییم، از نو به خانه های خود ما آرایش های ملی، کندکاری ها و نقاشی ها را از نو آفریده شود، چون که ما تاجیکان با چنین هنرهای مردمی خود در عرصه جهان خود را معرفی نمودیم. من میخواهم که در آینده همه تاجیکان به چنین هنرهای مردمی شوق و رغبت داشته باشند، شغل داشته باشند. روشن میکنه اینجا اکن بلیکان نشان دادن. معتبر غازی و دانشجوی کورس دومی اختصاص دیزاین گرافیکی فاکولته نام برده بوده از آوان کودکی میل به کشیدن رسم و منظره‌ها داشت. با مشکلی و نازکی‌های صنعت تصویری نگاه نکرده او مقصد در پیش خود گذاشته است که یکی از داننده نازکی‌های اختصاصی خویش گشته باشد. اولین درجه من برای از صنعت تصویری گیرم برای رنگ دادن، رنگ های گرم و خنک، مثلا رنگ های پست و بلند، روشنایی از کدام طرف آمیخته نمودن همه رنگ ها، معین نمودن رنگ همان تصویر را. از همین سبب من مشکل میکشیدم. برای خوب برآمدن تصویر اولین درجه باید جابجاگذاری را از خود نموده، بعداً رنگ ها و همه نوبت های رنگ ها را خوب دانستن ممکن است. باز برای قلم کشی باشد اولین درجه باید شتریخ ها را همهش را جابجا نموده، نازکی ها آن را یاد گرفته ممکن است. امروز هیئت استادان و آموزگاران کافدره صنعت تصویری هنرهای خلقی فاکولته صنعت تصویری و تکنولوژی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی باجان غفورов در آن میکوشند که برای شاگردان خود از نازکی‌های هنرهای مردمی هرچی بیشتر معلوماتی گفته باشند.